سلام، دکتر نقوی هستم. امروز میخوایم در مورد PTSD یا همون اختلال اضطرابی پس از سانحه که مخفف پست تروماتیک استرس دیزوردر هست صحبت. این اختلال در صورتی در فرد ایجاد میشه که فرد یک حادثه‌ای رو تجربه کنه که تهدید کننده حیاتش باشه، مثل زلزله، تصادف و یا حتی گاهن شنیدن همچین حوادثی که در مورد دیگران اتفاق افتاده میتونه همچین اختلالی رو در فرد ایجاد کنه. علائمش در ابتدا به این صورت هستش که فرد با به یاد آوردن اون خاطره دچار اضطراب و نگرانی میشه و یا حتی گاهن دچار حملات پانیک میشه. اما بعد از مدتی این اضطراب در بقیه جوانب زندگی فرد هم گسترش پیدا میکنه و فرد رو تبدیل به یک فرد مضطرب میکنه. این بیماری هم شامل علائم روحی و هم علائم جسمی میشه. علائم روحیش به صورت کابوس‌های شبانه، اختلال در تمرکز، حملات پرخاش و در واقع اختلال در عملکرد فرد در زندگی میشه. البته علائم جسمی هم گفتیم داره که شامل سردرد و شکم دردهایی که بیشتر از تایپ IBS هستن میشه. برای درمانش هم از ضد اضطراب ها و ضد افسردگی ها برای بیمار استفاده میکنیم که البته بیمار نیاز به جلسات روانکاوی و روانشناسی هم داره. امروزه حتی درمان های جدیدی هم برای این بیماری پیدا شده که شامل دستگاه RTMS و نوروفیدبک هستش که البته جلسات بالایی رو شامل میشه و هزینه بالایی هم برای بیمار مسلماً داره.